عقیده قرآن و سنت هیچ گپ نمیزنه، شعر میخوانه، قصیده میخوانه. چرا؟ علامت گذاشته انگلیس ها و اینا پذیرفتن. گفت هر کسی از جهاد گپ زد این تروریست است. از این خاطر من تروریست مرا نگوید، دان خودت بگو جهاد گپ نزن. هر کسی که از جهاد، شهادت، هجرت گپ زد این تروریست است. هر کسی از نظام سیاسی اسلام گپ زد این فاندامنتالیست است، بنیادگرا هست. بسیاری کسی هست به خاطر کلمه را بنیادگرا نگوید، پس چی است؟ باید دیگه بار ما گپ نزنم از نظام سیاسی اسلام. پس اصطلاح وهابی را کشیدن، اصطلاح تروریست کشیدن، اصطلاح فاندامنتالیست کشیدن، اکستریمیست گفتن هر کسی که ریش داره، خانم خدا با حجاب میسازه، لباس اسلامی داشته باشه، این چی هست؟ این اکستریمیست هست، افراطی هست. سعی کنین افراطی ها را، سعی کنین افراطی ها را. چه وقت خیلی از افراطیت میبرن میگه ایناله. در مقابل از چی جور کردن؟ گفتن ایناله فاندامنتالیست است، چیز متوسط، وسطیت، مسلمان وسطیت. کدام مسلمان وسطی رو میخواه؟ گفت ما اسلام امریکن اسلام است، سیز نه میدل اسلام، اسلام امریکایی اسلام مدرن است، توحید نیست، قرآن نیست، عقیده سنت نیست، جهاد نیست، هجرت نیست، لباس نیست، حجاب نیست، ریش نیست، کلش نیست. چی میشه؟ مسلمان وسط، متوسط. از این خاطر ببینید کسایی که طرف وسطیت امریکایی میره 20 سال پیش نریش حالی 20 رفته ریش خوره اینو در بالاخره ماشینک سابق ساکنه اینه دامن دراز معرف مفتی اوی دامنه که شما جور میکنی نارواست. چه قسم خواهی دامن جور کنی؟ دامنت باید تا بجلکت باشه دراز. حالا که صاحب سهل کنی نکتایی هم کس زدگیست. مادر اولادا 20 سال پیش چی با حجاب، امروز مادر اولادا چی قشتی کج سل میکنه، چیل CD برش خریده. این شیخ صاحب والله از الله بترسین مردم. زنایتان در روز قیامت اگه طرف دوزخ برده شوند صدا میکنه میگه یا الله LCD رو کی آورد؟ آجی صاحب LCD آورد به مردم خدا نشان داد. تا LCD را تکتا که غطیا این چه اگه دیر خوب گوریه پشتی کچ که یعنی اگه اندامون دیر خوب گوری دمور اولادونه در اگه استرگی وصلک زی پیسی بیدی در بقیه خوب گوری. بازو را پیشری خانم خود چالان کرده بازو اینجا سگه ایدی دیوز گفتن دیوز که مرد نامحرم برهنه در مقابل خانمش اعضای بدن خدا نشان میده و این قرار میده دختراش، سنوش، خانمش، اعضایش، فامیلش کلش قرار شیشتن. LCD رو هم کی خریدن؟ کی خریدن؟ خودش. آجی صاحب کجاست؟ ساعت 11 بجه رفته در صف اول مسجد. مادر اولادا ساعت 11 بجه اونجا باز خواندناز دیگه صاحب خواندنای مکس ایندی. از این خاطر در وقتی که خوب عبادت است و میفهمند که حاجی صاحب کجا رفت، حاجی صاحب در مسجد است، دیگه تسبیح کردن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اون باز بعد از اون که چی میشه. از این خاطر الله میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. امر الله هست خودم وقایه بکن، اعضای خانواده‌ت هم وقایه بکن. تو نه که خدا وقایه میکنی اعضای خانواده‌ت هم قرار ماندی که هر چیز کرد. مادر اولادا که هر وقتی هر قسم چادرک گاج در سرش شد بپوش، خیر است خفه نشه. این چادرک گاج بپوش، برو در مجلس ها سرلاش که مردای نامحرم شیشته قصه میکنن، دخترایش قصه میکنن و چی میگن؟ ما سه والا بسیار خوب دیندار هستم. این دینداری نیست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. الله میگه در اسلام چی داخل شوین؟ مکمل داخل شوین، کلش قبول کنید. تو نیست مثل یهود واره. رسول الله گفته آخر زمان همین قسم میشه و وقت ما و شما همین قسم است، همین شرایطی که هست. میگه اگر یهودی‌ها در بین غار مار هم داخل شده باشه شما در غار مار هم داخل میشین. یعنی می قسم انحرافات زیاد شده میره.
یهودی‌ها چی میکردن؟ یهودی‌ها دین دو بخش تقسیم کرده بودن. بخش عبادت‌های ساده، مثلا نماز خواندن، مثلا روزه گرفتن، مثلا عبادت‌های عادی، این چیزایی که سیاحتی است، مزه‌دار است، شیرین است، مثلا حج است، حج که بری باز ده حج دیگه چی گپ است. بچهای آجی صاحب دیگه بچه‌ها را میگه بچه‌ها پیسه پرتین که یک دفعه حج برم، سال ده سال زمستانکی چی میکنه، عمره میرم، الان عمره برو، در عمره دیگه صاحب تلویزیون تیاری بسیار خوب امارات ششتی، خصوصا میگه در تیاری امارات برای من تکت بده، در تیاری امارات خوب دخترای لوکس است، برهنه است، در دبی یگان دفعه تایت میکنن، در دبی کجا رفتی بازی دیگه خوب هم تو که بیخی فری است، فری مارکت است، فری زنهاست، فری دختراست، سرای لوچ است، باز مردم میامون چشمای تکونه ما را سل کردی و ماش میکنن که این آجی صاحب بسیار خوب چیزا را دیده، خبر نداره که در دبی تو چیزا را دیده که چشمای ازی بر سوراخ کردن که چشمایش بکشی، فهمیدی؟ باز بعد از اونجا آمد اونجا کرد این قبول دارن تمام روز، اما وقت چیزهای دیگه که در مقابل از او که الله برش میگه که دیگه احکام الله هست، باز میشه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. خانم خدا به حج میبره اما به حجاب، در بیت الله شریف بره سرلوچ، در بیت الله شریف کلاهش معلوم میشه، حجاب خوریست مویایش چت معلوم میشه. افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا به بعض کتاب ایمان دارن و تکفرون ببعض و به بعض دیگهش کافر شدن، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزي في الحیاة الدنیا و یوم القیامة یردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. پس شروط قبولی چی است؟ ارکان عبادت کمال محبت، کمال امید و کمال خوف است.